إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك انما انت نذیر والله على كل شيء وکیل. آیت 12 سوره هود. در آیات قبلی الله متعال ظرفیت انسان بیان کرد که انسان خیلی کم ظرفیت است. بجای از اینکه وقتی دچار مشکل میشه یا سرفراز به نعمتهای بزرگ الله متعال میشه فکر برش پیدا شود، تأمل بکنه در نعمتهای الله و همچنان کدام زحمات و تکلیفایی که در زندگی برش پیش میشه. اکثر اینمی زحمات بیدار کننده برای انسان است، بیداری به انسان نصیب میکنه. چرا در خواب غفلتی که سالا تیر کرده یک دم انسان به هوش میاد که همه چیزا از خودم نیست، چیزی ذاتی من نیست که همیشه دائم باقی بمانه، بلکه تغییرات آمده میتونه و ای از ناحیه دیگری است. از همون خاطر انسان دعوت میده به سوی ازی که مسئولیت خود بشناسه انسان و بفهمه که من کدام طرف حرکت دارم و کدام طرف چی دارم، کدام طرف مسیرم است. از همون خاطر است که باید انسان به هوش می آمد. بله، یک تعداد از فرقه هایی که یقینا و ایمان دارن عمل صالح انجام میده و این مسائل بسیار با حوصله‌مندی تحمل میکنه. اگر حالات سختی هم میایه در متوجه به الله متعال شده، در صدد ازی میشه که چه نقصانه و خلالات در زندگی ما پیش شده که اینی طور مصیبت ها بر ما میرسه. اگر نعمت ها برش میایه شکرگزاری الله متعال کرده، نعمت از الله دانسته و کمال اظهار عاجزی و امتنان و احسان الله متعال متقبل میشه، میپذیره. در این آیات هم الله متعال درس میده برای پیغمبر علیه السلام، لیکن در حقیقت درس برای امت است. کسایی که در امت پیغمبر علیه السلام دعوتگر هستند یک درس عظیم برای ازیاست. پیغمبر علیه السلام به هیچ وجه به هیچ قیمت هم آماده یا حاضر به این نبود که بعضی از آن چیزی که الله متعال برش وحی کرده ترمیم بکنه یا ترک بکنه، یا ایسته که محول بسازه به این که یک امر مهم و ضروری باشه فی الحال او را تبلیغ نکنه، در یک موقع دیگری او را بگذاره. گاهی همی کار نمیکنه. چرا؟ به خاطری که پیغمبر معصوم است، الله او را معذف به این امر کرده. اما اهلیت الله دو دیده که او را معذف کرده که اینی رسالت یعنی ذمه‌واری را باید در سر برسانه. اما در امت کسایی که در راه دعوت قرار میگیرن برای ازیا ای گپ پیش میشه. بس اوقات سر و صداها و اعتراضات انتقادات مردم باعث به این میشه که انسان یک کمی تنزل بکنه، نرمش نشان بده. اینمی گپ در دین قطعا جای نداره، جایگاه ازی در دین نیست. چرا؟ اگر ما مداهنت بکنیم نعوذ بالله از اعتراض انتقاد و افواهات مردم بترسیم، باز هیچگاه نمیتونیم موضوع حق به طور واضح و مکمل برای مردم برسانیم. از همون خاطر است در این آیت درس میده الله متعال دعوتگرا را که شما اعتراضات و شایعات مردم شما را وادار به این نسازه که عقب نشینی بکنی و بعضی حقایق برای مردم برملا نسازی، خصوصا همون حقیقت را که زیاد مورد تاخت و تاز قرار میگیره، مثل که عالی موضوع توحید و موضوع اولیاء پرستی و قبر پرستی در حد آخریش است. پیر پرستی آنقدر اینجا جلوه نما شده در این وطن ما که در مقابل پیر که هر چی پیر بگویه خلاص دیگه گپش قبول است. یا ملا صاحب یا هر کسی که باشه، سید است اگر آغاست، کسی که به خود مقام بلند تراشیده خودش بری خود تراشیده، اما حقیقت او طور موجود نیست. اگر توی حقیقت ها را برای مردم بیان نکنی و موکول بکنی به مؤخر که برو یک ملا صاحب دیگه باز بگویه، مردم روشن نمیشه. مردم باز دینمی تاریکی باقی مانده، سجده ها برای پیر صاحبا و ملا صاحبای خود کرده رایستن، حقیقت دین خود گم کرده می باشه. الله متعال برای پیغمبر خود هدایت میده. فلعلک تارکم بعد ما یوحی الیک، شاید که تارکن تو ترک کننده باشی، گذاشتنی باشی، بعد ما بعضی آن چیزی را یوحی الیک که وحی کرده میشه بسوی تو او را ترک بکنی. و ضایق به صدرک، تنگ میشه به توسط بیان کردن صدرک سینه تو، ای یقولو که میگوید در اعتراضا یا در انتقادا مردما لولا انزل علیه، چرا نازل کرده نمیشه بالای پیغمبر علیه السلام کنزون
خزانه ها، او جاء معه ملک، یا نمی همراهش یک ملک قوت باطنی بیا ملک که او شهادت بده که تو پیغمبر هستی، یا خزانه داشته باشی به مردم داده بری و مردم بپذیر دعوتی تا. انما انت نذیر، یقینا تو بیم دهنده هستی. والله علی کل شیء وکیل، الله سری هر چیز ناظر است، هر چیز الله میبینه، مراقبش الله متعال است. این آیت بسیار درس عظیم برای ماست. پیغمبر علیه السلام این کار نمیکنه که قطعا از آن چیزی که برش وحی شده یک چیزش ترک کنه و او را بیان نکنه. در حق پیغمبری احتمال قطعا موجود نیست. اگر اینطور می بود الله چرا وظیفه بر ازی میداد که تو پیغمبر باشی؟ نه، اصل کسایی که تابعدارای پیغمبر علیه السلام است رای پیغمبر را پیش میگیره، برای از یاد دستور است. چرا ما و شما بس اوقات مصالح در نظر میگیریم، وقتی اعتراضات و انتقادات زیاد میشه باز یک کمی تنزل میکنیم. الله متعال بیبی امی آیت ها را فقط برای ما و شما تو میگی امروز نازل میشه، ولی مردم ها خیلی زیاد اعتراض داره، یکی میگه در مسجد نبیا، یکی اینطور میگه. تا وقتی که تو را مانع نشوده، تصمیم نگرفته به زدنت، تو عملیت انجام داده برو و ترک نکوی گپا. آلی همونطور گپا هست، میگه مولوی صاحب چرا طور کردی؟ والا اعتراضای مردم زیاد شده بود، من ترجمه را برای یک چند مدت بند کردم. چرا بند کردی ترجمه را؟ حالی به خاطر که مردم اعتراض سرت داره. اعتراض داشته باشه، دین حق باید بیان شود. اگر 20 نفر مخالف است، یک نفر پیدا میشه که حقیقت دین درک کنه و بدانه که ما در کدام تاریکی ها زندگی را تیر کردیم. نه تنزل نکنی. از او خاطر وقتی اعتراض میکرد بالای پیغمبر علیه السلام که کدام معجزه را که ما میخوایم امور بر ما بیار، و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت کوههای مکه را ایره طلا بگردان، این کوههای مکه را دور کو که یک دشت خیلی وسیع شوه، باغات و زراعتها شوه، اینی کارا را بکو. اگر تو پیغمبر هستی یا ایست که یک ملک امرایت باشه که تایید کرده بره. در حقیقت منظوری از یا ای بود که تو فاقد اردو قسم قوت هستی، نه قوت ظاهری داری و نه قوت باطنی داری. قوت معنوی پیشت نیسته که ملک قطع یک جا باشه، قوت ظاهری خزانه ها و گپام نداری، باز دعوای پیغمبری را میکنی. عینا هو به هو امی اعتراض و امی انتقاد انشالله پشتی سر در واقعه و داستان نوح علیه السلام هم امی گپ میشه. چرا؟ این مردمای باطل پرست همیشه معیار پیش از یا مادیات دنیا می باشه. اینطور فکر میکنه که برتری فقط در امور مادی می باشه، حالان که یا درک نمیکنه. و یا اعتراضشان با آمدن ملک، این خو اعتراض خیلی بیجاست. چرا؟ ملک سری حالات تو چی آگاهی داره؟ بهترین معلم و مربی برای هر انسان می باشه، به خاطری که از حالات از مشکلات آگاهی داره. پیغمبر علیه السلام میگه که شاید سینه تنگ شوه به این خاطر که یا اعتراض میکنه که چرا خزانه نداره این گپا. نه سینه تنگ کو و نه مایوحا بعضیش ترک بکو، کلش بیان کو و سینه تم فراخ بگی. یه اعتراضای انتقادات دوام داره، این گپا هست، لیکن تو برش التفات و توجه نکو. مسئولیت چیست؟ انما انت چیست؟ نذیر، یقینا تو بیم دهنده استی. اول چیزی که پیغمبران به امت میگه و انسان تکان میده وعده های عذاب الله متعال است که وعید کرده باشه الله متعال که این عذاب آمده نیسته. از امو خاطر است این به انسان زیاد تکان میده، انسان یک کمی چیسته در حالت هراس واقع میکنه. از امو خاطر است اگر ما و شما را بگیم که آلی چپه میشه، کلگی دویدن شروع میکنه. اگر بگیم که هر کس از این مسجد برای خیلی ثواب داره، هیچ کس زود نمیبره. اگر بگیم که نه الکی مسجد چپا میشه، یک دم دویدن است. انذار اینمی را میگه. انبیاء علیهم السلام امتای خود اول انذار کرده که مردم در این اعمال زشت و ناروایی که شما مبتلاست، عاقبت و انجام ازی بجز از بدبختی و عذاب الله دیگه چیز نیست. یک دم آدم بیدار میشه. از او خاطر میگه تو نذیر هستی، وگرنه پیغمبر خو بشیرام است. اگر تو میگی چرا ایمان نمیاره، ما اینقدر تبلیغ میکنیم مردم همینطور در کفر میموره، تو را چی؟ تو در چی غرض داری؟ مسئولیت اینی قدر است که بیم بده، بیم یعنی وظیفت است انجام بده، خیر و خلاص. او طرف بگذار.
وکیل تو نیستی، وکیل الله است. والله علی کل شیء وکیل. الله بالای تمام چیزا ناظر است، میبینه حالات کی اهلیت ایمان داره کی نداره، کی قابلیتش داره کی نداره. به الله معلوم است. قابلیت امو کسایی داره که استعدادی که الله برش نصیب کرده، امکاناتی که الله برش داده، او را در راه انداخته است، پیشش استفاده کرده. امکاناتی که الله برش داده، میاد درس قرآن میشینه، کتاب الله را میشنوه. اما که نداده باشه، او اینی از مسجد که ترجمه شروع میشه میبره، میره در خانه خود میشینه. چرا که اینمی اهلیتی شنیدن ازیر نداره، پشتی سر بر ما و شما میآید که اسلام یک نعمت بزرگ است، فهم دین یک نعمت بزرگ است. ای به هر کس و ناکس میسر نمیشه، برای کسایی که اهلیتش داره به اون میسر میشه. پس غم نکو، تو فقط مسئولیت ادا بکو. درس شد برای ما کسی که دعوتگر است، این درس عظیم است برش. تو فقط به خاطر رضای الله آن چیزی که تو میدانی از قرآن دانستی به مردم بیان کو، ترک نکنی. تو نگوی که نه اگر این موضوع مسئله را ما بیان کنم مردم سرم چی میکنه؟ اقدام میکنه، مرا میکش از مسجد یا مرا نمیگذاره. نه، حقیقت دین پنهان نکو، کتمان نکو، ایرا بیان کو که مردم بیدار شوه. او طرف راهیابی مردم کاری تو نیست، او کار الله متعال است. الله میدانه که کی مستحق همه هدایت است و کی نیست. ام یقولون افتراه، بلکه ها میگویند که قرآن از خود جور کرده. این اعتراضی غلط. اگر این مردم عناد و ضد نباشه، قرآن که کتاب الله است و معجز است و خود عاجز هستند از آوردن مثل از او، امی برشان کفایت میکنه. اگر کسی در صدد حق طلبی باشه، انابت داشته باشه، بالکل قرآن برش کافی است. چرا که امی کلامی است که در زبان ما و شما ترکیب کرده رایستیم و کلمات جور میکنیم و از امی حروفی که ما کلمات جور کردیم قرآن هم جور شده. در زمان پیغمبر علیه السلام فصیح‌ترین شخصیت‌ها و بلیغ‌ترین شخصیت‌ها، حتی آنقدر مقابله شعر و شعرگویی بود که شعر نوشته میکردن در دروازه کعبه و میزان میکرد که کسی مقابلی شعر ما کسی شعر نوشته بکنه. سبعه معلقه که نام کتاب است، حالی در اکثر مدارس به اعتبار علم ادب خوانده میشه، به خاطر از اینکه لغت عرب کدام مفاهیم و معناها داره. او آویزان شده بود. معلقه به خاطر میگه که او قصیده را نوشته کرده بود، در دروازه آویزان کرده بود که کیس مقابله از زیرا بکنه. پس وقتی طور مردم با فصاحت و بلاغت از مثل قرآن جور کنه، قل بگوی پیغمبر علیه السلام فاتو بعشر سور مثلی، آوردن کنه بعد صورت ها مثلی، به مثل قرآن کریم، در فصاحت و بلاغت، در یکی جاذبیت داشته باشه، در یکی راست است، خبری غیب میده، در یکی یقینا چیزی را بیان کرده و واقعیت داره و چیزی را که وعده کرده او همونطور شدنی است. بیان کنه شما مفتریات ساختگی جور کردگی خودیتان، ودعو به خاطر همی کاریتان طلب کنیم من استطاعتم، کسی را که توانایی داره از هر گوشه جهان، کسایی که دانشمند است، خبره است، خوب مشهور است، من دون الله، بغیر از الله متعال کلگی را طلب کنه. ان کنتم صادقین، اگر شما در گفتارتان راست میگی که قرآن جور کردگی پیغمبر است. پیغمبر خود نه درس خوانده، نه مدرسه خوانده، نه پانتون خوانده، نه پیش کسی تعلیم کرده. عجیب، 40 سال بود دیگه پاره پیغمبر نمیگفت. چطور شده میتونه؟ 4 مرتبه الله متعال در قرآن کریم چالش و اخطار داده برای مخاطبین که شما آوردن کنید. در سوره اسراء، در اینجا در سوره هود، در سوره یونس و در سوره بقره. در مرتبه اول اخطار به است که به مثل قرآن کریم بیاره. در مرتبه دوم 10 سورت گفته، در مرتبه سوم 1 سورت گفته. اما آیا این تنزل کرده که اول به مثل کل قرآن بیاره، بعد از 10 سورت، بعد از 1 سورت؟ چه قسم است؟ بعضی مفسرین همینطور میگه که بله این تنزل است، اما بعضی مفسرین قائل به است که نه، اینجا تنزل نیست. قرآن، کل قرآن هم قرآن است، یک چیست، جمله‌ای که افاده معنا را میکنه ایم قرآن است. از همون خاطر دعوت در هر 4 مرتبه به ساختن یک جمله که افاده معنا را بکنه به مثل قرآن شما ساخته بتانید. ما دیدیم که در طول تاریخ دشمنی اسلام امروز هم یهود و نصارا و دنیای کفر با مختلف شیوه ها میکنه، از طریق جنگا، از طریق مصرفا، از طریق رقم. اما چرا آسان گپ نمیکنه که به مثل قرآن کریم یک جمله را جور بکنن و پیش کنن که نه ما جور کردیم؟ کسی پیدا نمیشه. پس معلوم شد که الله متعال پیغمبر علیه السلام میگه، تسلی میده که اصل
نقصان یا خلل در دعوت تو نیست و به کدام طرف کی به کدام چیزی که دعوت میدی دو خلل و نقصان نیست. خلل و نقصان در جانب مقابل است. احترام نیست که قرآن معاصر کتاب است، کتاب انقلاب است، اما به شرطی که جانب مقابلم یک کمی نقطه پذیرش داشته باشه، قابلیتش داشته باشه، او وقت بعد اونجا تاثیر و انقلاب آورده میتونه. اما در غیر از او که کسی نخواه، ضد داره، عناد داره، حتی قرآن نمیشنه، آماده نمیشه یک روز به درس حاضر شوه. همین مردم ها مخلصینی که یقینا با مقصد قرآن فهمیدن، درک کردن قرآن کریم چقدر عذر میکنه به مادری خود، به پدری خود، به کاکای خود، به مامای خود، به دوستای خود که بیایه یک روز در ترجمه قرآن کریم بشیره. یا خو حقیقت درک کردن، فهمیدن نور قرآن در قلبشان داخل شده، از او خاطر حرسشان ایسته که بیایه یک روز بشیره. اما همین مردم ما، مردم بیچاره ما، خود آنقدر کلان میتراشه که ما هر چیز میدانیم، بس است بر ما، حلال و حرام شناختیم. اما نه، حلال و حرام نشناختی، قرآن نخوانی، حلال و حرام در کجا میشناسی؟ تو امیال فلان شرک کرده رایستی، حاضر و ناظر پیری تا میدانی، ملا و آقای تا میدانی، حاجتای تا ملا از ملا و آقا طلب داری، به قبرها سجده میکنی، نظر میکنی. کدام چیز است؟ تو اول مرحله در دایره اسلام تالی را داخل نشده. شرک انسان از دایره اسلام میکشه، مسلمان شده نمیتونی. چطور؟ اما مردم نمیه. با این قدر عذر خواهی و نرمشی که تو میکنی، دلسوزی میکنی، و مردم چی میگن؟ نه ما یاد گرفتیم اینطور نیست. تو در قرآن بشی که قرآن چی میگه، کتاب الله چی میگه، یک روز بشی، باز بعد از اون زندگیت برات معلوم میشه که یقینا زندگی تو چه رقم تیر شده. الله سر ما رحم کرد، همینطور زندگی تاریک تیر کردیم، به می حالتا به مو عقاید مزخرف ما بودیم تا وقتی که در قرآن نشیشته بودیم، در درس قرآن نشیشته بودیم، تعلیمات قرآن نشونیده بودیم، همینطور حالت بود برای ما. از او خاطر است کسی که انابت بکنه، عناد و ضد خود او طرف بگذاره، کلان تراشی خود او طرف بگذاره، خود محتاج به کتاب الله و وحی الله بدانه که من یقینا ضرورت به شنیدن ازی دارم که چی دستور برای ما میده، چی تعلیم برای ما میده. فإن لم يستجیبوا لكم، اگر یا اجابت نکردن، نپذیرفتن سخنای شما را، حاضر نشدن، آماده نشدن، اونجا خودشان دعوا کرده بود که کلامی ساختگی است، شما خو خیلی فصیح و بلیغ هستی، پس بیاری شما یک کلامی ساختگی را به مثل قرآن کریم که گپ تمام شوه، دیگه پیغمبر نگوید که من پیغمبر هستم. فعلموا، بدانه ای مخاطبین، انما انزل بعلم الله، پس وقتی که این مردم آورده نمیتونه یک جمله که افاده بکنه مطلب به مثل قرآن کریم، معلوم شد خب علمتان ثابت شوه که نازل کرده شده به علم الله که مشتمل است به علوم الله. قرآن سرچشمش از الله شروع شده، به علم و قدرت الله قرآن آمده. پس علم الله را کی داره؟ معلومات الله را کی داره؟ انسان عاجز، انسانی که انگشت در بحر بگذاری پس بالا کنی، اینطور نه که اینطور قف بگیری در قف آب بالا کنی، نه، انگشت در بحر بزن بعد از او بالا کن. خضر علیه السلام به موسی علیه السلام میگه انگشت که در بحر بزن، وقتی در بحر زد بالا کرد، گفت علم ما و تو به نسبت علم الله متعال مثل که نمی که از بحر ورداشتیم. علوم الله از اینجاست که مقابله قرآن کریم کسی نمیتونه قطعا. چرا؟ سرچشمه قرآن کریم از علم کیست؟ الله متعال است. انما انزل، یقینا نازل کرده شده قرآن کریم به علم الله، به علم الله، یعنی مشتمل است به علوم الله و هیچ کس مقابله نمیتونه. و الله اله الا هو، که بزرگترین دعوتی از او، مهمترین سخنی کتاب از طرف الله که آمده کدام است؟ اول گپش اعلانش همیست لا اله الا هو، نیست لایق پرستش و بندگی غیر از الله متعال، مستحق عبادت غیر از الله دیگه کس نیست. خب این هر کسی اقرار میکنه، میلیون ها مردم میگه که بله عبادت حق الله است، اما بیچاره مفهوم عبادت نمیدانه. نظره به نام بیبی میکنه، به نام حسین و فاطمه میکنه، در وقت مشکلات آواز به سخی صاحب و پیران پیر صاحب میده، قسم به بچه و به تسبیح میخوره. همینطور نیست، همینطور است. معنا و مفهوم عبادت نمیدانه که عبادت چی را میگه. از او خاطر یا نمیفهمه بیچاره لا اله الا الله را میگه، مطلب لا اله الا الله را نمیفهمه. کتابی که برای شما داده شد معالم الدین، تحقیق کلمه، معنای کلمه شهادت است که شما بدانه که لا اله الا الله چی مطلب داره. مطلب است که عبادت به جز از الله با هیچ کس درست نیست. عبادت چی؟ سجده، رکوع، نماز،
روزه، تلاوت قرآن کریم، نظر، دعا، این کلش عبادت است. این خاص برای الله باشه.